هولا می آمیگوس، استوی آرمین and اومدیم ببینیم پارتیکل پت دوباره چیکار کرده با موزیک ویدیو شگی و TM. از اونجایی که صحبت‌های اضافه‌مون رو دوست ندارین صحبت نمی‌کنیم. فقط توضیح بدم که این ویدیو تحلیلی از اونجایی که شنیدین آهنگو به هر حال فهمیدیم ببینیم که چیا گفتم. با موزیک کبرا 11 اینجاییم از شگی و TM هم هست، نمیدونستم TM هم هست. میریم دوست داریم سراغ آهنگ. فقط بگم که این تحلیلیه، هی قراره پاوز کنم، اگه از پاوز کردن اعصابت خورد میشه آدیوس. برو بریم. اینا جلوم دلاراستن، بت میدی مشتار کبرا 11. دشمنان آنان خلافکاران قاچاقچیان و باجگیرانند، هشدار برای کبرا 11. بچه ها سریال کبرا 11 رو فکر نکنم دهه 80 یا باش خاطره داشته باشم، ولی دهه 70 و اصلا احساس میکنم، حس من اینو میگه، دلیل علاقه ایرانیا به BMW از سریال هشدار برای کبرا 11 نشأت گرفته. یه BMW 328 خوبی داشتن، 740 آی داشتن، 680 بود فکر کنم، نمیدونم اینجور اتاقای مختلف BMW رو من نمیشناسم داشتن. خیلی هم زود ترک شروع شد، پشمام. بذار از اول میریم. اینا جلوم دلاراستن، بت میدی مشتار کبرا 11. اینا جلوم دلار هستن. بچه دلار و راست شدن استعاره از اینه که به حرفام گوش میکنن، مثل دلار راست شدن حالا تعظیم، یا هم میتونه به دلار راست شدن نظامی اشاره داشته باشه که حالا کلاغ‌پر و این حرفا، ولی میگه به هر حال ازم حساب میبرن. بهت میدم هشدار، مثل هشدار کبرا 11. بیگ شگی توی کاراش چی کار میکنه؟ میاد یه جمله رو میگه، مثلا میگه آماده دوئلم، بعد تشبیهش میکنه به یه رفرنس معروفی از یه حالا اون کلمه‌ای که میگه، مثلا بهت میدم هشدار مثل کبرا 11، آماده دوئلم ردد ردمشن، نمیدونم دیگه چیا میگه، چند موردش هم شما میتونیم بنویسین. این دوتا حالا گوشه ذهنم بود. میریم بیت بعدی. میگیرم از گل کام، هر شب داف میاد دندون بام، بابا کونیا بومبپ نخونین، همتون مثل هم شدین، سندروم دان داشت تو چهار. دوباره اومده تشبیه، همون استایل تشبیه که میگم و استفاده کرده، میگه همتون شبیه هم شدید مثل سندروم داون. حالا جریان سندروم داون چیه؟ سندروم داون یعنی که میان یه ژنوم کم دارن تو دی ان ایشون، همچین چیزی، 46 تا به جایی که 46 جفت یا 46 عدد باشه یه دونه کمه. بعد خیلی جالبه اینا همشون شبیه همن، میگه که همتون مثل هم شدین دیگه، تکراری و دل نچسبین. چطوری؟ مثل حالا عزیزای سندروم داون. تا میزنه نیمم برق، همتون مثل هم شدین، سندروم دان داشت تو 4 تا میزنه نیمم برق، کاستم بالاتر رفت قیمت قبل با اینکه چی؟ بذار آن کنم، نفهمیدم ببخشید. شو کامنت از اول. تو 4 تا میزنه نیمم برق، کاستم بالاتر رفت قیمت قبل با اینکه آها، تو چارتا توی ردبندی ها توی جدولا اسمم برق میزنه همیشه بالام، کاستم قیمتم بالاتر رفت از قیمت قبل. همون کاست همون قیمت خریده بچه ها، یعنی دیگه فیت پولی باهاش خیلی گرون شده. بچه شهرستانم ولی بیگ پلیه، تهران پارس سایمت قلب، با اینکه بچه شهرستانه که حالا مشدی بچه مشده و تهران پارس شرق تهرانه و همت غرب هم که غرب خودش رو اسمش هست. شرق تا غرب یه جایی یعنی و شرق تا غرب پایتخت، یعنی در کل ایران پلی هستش. قربونت بشم. او کلاه ساکس رو میبینیم تن TM. من فهم کردم سکس، بچه ها ببخشید. نسو میزنم جا مانتانا، نوتوریوس بیگ گوش میدم آپام گانا. وینستون و مونتانا هر دو سیگارهای محبوبی هستن، ولی با توجه به تورم هایی که اخیرا وجود داشته وینستون گرون شده. حالا خدا رو شکر من 3500 تونستم رو وینستون بمونم، به جز یه دوره های سختی که پالمال قرمز میکشیدم. داره خودشو وینستون به بالا بودن و مونتانا رو به پایین بودن تشبیه میکنه و طرف هم میگه نوتوریوس بیگ گوش میدم. نوتوریوس بیگ گوش دادن اینجا فقط منظوری نیست که من به آهنگ خاصی گوش میکنم، نه، اینجا منظورش اینه که من قدیمی بازم اولد اسکول گوش میدم، مخصوصا ایست ساید. اینجوریه که ببینید توپاک الان خیلی طرفدار داره خب، ولی این که میگه من طرفدار نوتوریوس BIG ام، یعنی من چطوری بگم، صادقانه عاشق رپه. سگو تو خیابون بزنی میگه که من توپاکو میشناسم، ولی خب نوتوریوس BIG و نه. هر
حتی میکنی با گان رانا دورک چیه کونی میان با باندانا میگه حتی با گان رام میکنی، حتی اگه گان داشته باشی، اگه تفنگ داشته باشی هم میدوی. دورک چیه؟ میام با باندانا. دورک یه پارچه مدرن تریه ولی باندانا دستمال سره. بچه‌ها داره میگه که دوباره به اولد اسکول بودن اشاره میکنه. میگه من قدیمیم از نظر حالا اولد اسکولم، قدیمی نه کلاسیک ترم، نوستالژی بازه توی رپ. میگن مشهد تو بده بره ای وای بی کم مونده بشه مثل رپ تال داشت با این که میتونم استیج بگیرم منو میتینگ میرم امنم ایت مال سب کن حتی میکنی با گان رانا دورک چیه کونی میان با باندانا بهم میگن مشهد تو بده بره ای بهم میگن مشهد تو بده بره ای ادلیبه وای بی کم مونده بشه مثل رپ تال داشت با این که میتونم استیج بگیرم منو میتینگ میرم امنم ایت مال میره بیگ داره مثل رپتایل میشه، مثل عقرب میشه. نمیدونم اونقدر حرفاش زهردار و نیش داره، مثل رپتایل یا عقرب داره میشه. و میگه که هنوز میتینگ میرم با اینکه میتونم استیج بگیرم، میتونم صحنه اجاره کنم که حالا کنسرت بذارم. 8 مایل 8 مایل اسم فیلم امینم هستش، سیم شیدی و مارشال مادرز. این هر سه نفر یه نفرن و سال 2008 بود فکر کنم. آره 2008 بود فیلم 8 مایل. اگه ندیدین حتما ببینید، خیلی باحال. بازیگریشو خود امینم هم انجام داده و برنده اسکار بهترین آهنگ تیتراژ شد. آهنگ 8 مایل هم خیلی باحاله. خب رسونه بهم کار دلر به چه هی عوض میکنن داش کالر بهم میرسونه هی کار دلار اینجا منظورش همون دلاره، هی دلار میرسون و بچام هی کالر عوض میکنن، شمارهشون عوض میکنن چون بیکشگی هی بلاکشون میکنه و اینا هی بهش گیر میدن، دوباره زنگ میزنن و از این حرفا. ایر مکسه یه رو پام رانر دلر به چه هی عوض میکنن داش کالر یه رو ایر مکسه یه رو پام رانر دافا ترمیناتورم بیگ جان کانر یه روز پاش ایرمکس میپوشه، یه روز رانر. استایلای متفاوتی رو میپوشه. ایرمکس هم که حالا فکر کنم مایل جردنه اگه اشتباه نکنم، ببخشید بچه‌ها اشتباه کنم. دافا مثل ترمیناتورن. بیگ جان کانر کی بود؟ همون پسره بود و تنها کسی بود که از پس ترمیناتور بر اومد و اینجا جان کانر بودن نشان اینه که از پس دافا من فقط برمیام، بیگ شگی برمیاد. صدا میشه رو بی تا چه فولاتونو میکنی من تو جی با خف چی؟ صدا میشه بی تا چف؟ نفهمیدم این تیکه رو. صدا میشه رو بی تا چه فولاتونو میکنی من تو جی با خف نفهمیدم دقیقشو فهمیدم و اون بی تا چف رو نفهمیدم. تک میام جلو میدن تیما دف رفیقام لاتن خمزت چیما اف میگه تک میام جلو، تیما دف میدن، تیما مقابله میکنن با در حالت تدافعی فرو میرن و رفیقام لاتن خمزت چیما اف یا خمزت چیماف که از پسر عموهای خبیب اسلاموف یو اف سی کار معروف. خیلی وحشی خمزت، خیلی دوستش دارم حتما برین خمزت رو چکاوتش کنین. بزن به رقص تو برگ و هورس که تمر لس رو کوکو قرص بزن برقص رو توبرگ و هورس از مارک های معروف آبجو. کتم رلس رو کوکو قرص. کت نمیدونم فارسیم کمه اینجا ولی فکر کنم میشه که رو قرص و کوک دارم عشق و حال میکنم. کم ترک رو کندروس پدر پسر رو حلق و دوست میگه یکم ترک درست حسابی رو کن و پدر پسر روح القدس یا روح القدس که همون جریان جیزس کرایست بچه ها. پدر که خداست، پسر جیززه، روح القدس هم که همون این وسیله وصل شدن خدا به همین جیزس کرایست. صرفا برای قافیه آورده. یام به نظرم رابطه خودشو با رپ داره مثل رابطه خدا و جیزس مقایسه میکنه، احساس میکنم. بزن به رقص تو برگ و هورس که تمر لس رو کوکو قرص یکم ترک رو کندروس پدر پسر رو حلق و دوست دیوونم میذارم واسه سرت کادو داشته شتابش بالاست مثل اونتادو میخوام میگه دیوونم برات سرت کادو میذارم. یه بار این کارو کرده بود، نمیدونم برای کی بود، 20 میلیون 200 میلیون همچین چیزی جایزه گذاشته بود اگه پیداش کنن. اونتادور حالا اسم یکی از ماشینای لامبورگینیه و یه چیز جالبی هم در مورد لامبورگینی بگم، اسم مثلا اونتادور، هوریکین، نمیدونم همین دوتا رو بلد بودم. آره همین دوتا رو بلد بودم تو اسمای لامبورگینی میاد اسم گاوهای مختلف رو ماشیناش میذاره که حالا باحال. گاوای یعنی خیلی قوی و اینجوری
همتون یاد بدم الف بارو دور چشام سیاه مثل جک اسپارو سیاه بودن دور چشاشو تشبیه میکنه به سیاه بودن دور چشای کپتن جک اسپارو. جک گنجیشکه، اسپارو همون گنجیشکه است و همه دیدین دزدان کارائیبو. ما میخواد بفهمی که داشیا دکورن خبری ندارم به من چه کلاشیا چطورن دلاری در میاد میدم مالیات به تومن یکی یکی زدمتون زمین آسیاب به نوبت دلاری پول در میاره ولی مالیاتشو تومنی میده. اینجا از تورم هم صحبت میکنه و فلکس میکنه با درآمد دلاریش و یکی یکی میزنمتون و یه تضمین اشاره داره به یکی از اصطلاحات معروف حالا ضرور مسائل معروف ایرانی که آسیاب به نوبت یکی یکی میترکونمتون. بازم من اومدم پهیت کار دیگه رو این زهر ماریا منو کی نجات میده همه فهمیدن میبره تیقا پهیت کار دیگه رو این زهر یکی خبری ندارم به من چه کلاشیا چطورن دلاری در میاد میدم مالیات به تومن یکی یکی زدمتون زمین آسیاب به نوبت بازم من اومدم پهیت کار دیگه رو این زهر ماریا منو کی نجات میده همه فهمیدن میبره تیقاچ دیم ما نباشیم رپ فارسو کی نجات میده داداشی به پاک نشم کابوس شبا چون رسیدم به همه چی نمونده آرزو برام. خیلی هارد بود باید گوش میدادم. نمیرسی به هم با زور موادم چی فراموش میشه قسم به قانون زمان میدونم آرزوت اینه که تو هم شبیه من بودی ترک کردم سر موزیک علی سنتوری مثل اشاره داره به فیلم علی سنتوری یا نمیدونم خواننده بود یا نه من فیلمشو فقط دیده بودم با صدای سیاوش نه چاووشی محسن چاووشی اسم کوچیکش یادم رفته بود. علی سنتوری هم فیلم باحالیه بریم ببینین چقدر هارد خوند. خودم هیچ کسو ندیدم رو بیت هنوزم رو خواه اسپورت شبیه مکوین میگه لشه ندیده پس دوران مصرف منو 10 تا تبر زده گردن منو من سختی کشیدم دادا به هم میرسه عادیه بخوریده یسرت منو بزن به رقص تو برگ و هرس که تمر رست رو کوک و قرص یکم ترک رو کن درست پدر پسر رو حلق و دوست بزن به رقص تو برگ و هرس که تمر رست رو کوک و قرص یکم ترک رو کن درست پدر پسر رو حلق و دوست. خیلی زود شروع کردن زودم تموم کردن. دوباره ما رفتیم تو اسپیس. میخوام تست کنم بچه‌ها میخوام اصلا زر نزنم وسط و اواخر و اول کلیپ نمیدونم احساس میکنم اینجوری بیشتر دوست داریم. ببینیم این ویدیو چه نتیجه میگیره. Thank you Particle Pads, thank you guys, thank you Big Shaggy and thank you SMTM. حسین TM دوباره اشتباه گفتم. سابسکرایب کنید. آدیوس.